لله الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برادران عزیز و هموطنان محترم، خداوند را شکرانه میکنیم با دادن همه نعمتهای ایمان و سلامتی و توفیق دادن بر عبادت کردن خدا و هدایت کردن به سوی خانه خودش. خداوند را شکرانه میکنیم و دعا میکنیم که پروردگار کل امت مسلمه را هدایت و توفیق بندگی عطا کند، من و شما را بر ایمان استوار بدارد، گذشتگان پدران و مادران ما و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند، زنده ها را زندگی با بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، حسب ترتیب برنامه دنبال قاری ها من و شما در سوره مائده هستیم. سوره مائده از سوره های مدنی هست، تقریبا دارای 120 آیت و 16 رکوع هست. این سوره بسیار ترگی از ابتداش معلوم می شود که همچنان من و شما از قاری ها گوش کردیم اوفوا بالعقود، یعنی صحبت میکند درباره عقد، اون عقودی که در میان بندگان بسته می شود و همه بالاتر درباره عهد و وفا و مواثیق صحبت می شود که مؤمنین کسانی هستند که در سوره مؤمنین وقتی وصف میکند علی عهده و اماناتهم راعون، یعنی مؤمن کسی است که اون عقد، اون وثیقه، اون عهدی که بسته میکند اون را پرا میکند. برای همین در ابتدای میگه اوفوا بالعقود، ای مؤمنین شما عقدهایی که میبندین اونها را وفا کنید، پرا کنید. در این سوره تدبر و تأمل شود، قرآن بسا کتاب محل اندیشه و تأمل و تدبر است. سبب نزول همین سوره مائده را نقل میکند در اثر بزرگان من شما که میگه سوره مائده زمان نازل شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بالای شتر خودش که عزبا نام داشت در همون شتر سوار بود. بند او شتر در دست اسما بنت یزید بود. اسما بنت یزید میگه وقتی که من این را میبردم سوره مائده بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل میشد، اون در بالای عزبا بود، میگه این قدر قرآن ثقیل بود و وزنین بود که نزدیک بود که میگه قفس سینه اون شتر در زمین برسد. میگه از سنگینی و وزنی قرآن کلام الله مجید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بعداً وقتی که این نزول این سوره سر شد، میگه از آسمان بر پیامبر میگه این یک طرفه کردن از شتر پایان آمده و نزل جمله واحده. این سوره از اول به آخر 120 آیت یک بار نازل شد. قرآن خودش میگوید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیا من خشیت الله. اگر این قرآن را بر کوه نازل میکردیم، در یک چیزی که اون سنگ و صفال و یعنی این قدر چیزی محکم و با قوت هست، گوش و زبان ندارد، در نزد ما جماد است. میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن را با کوه نازل میکردیم، از ترس من الله تعالی میگه اینا پارا پارا میشد. خاشعا متصدیا، خاشعا من وعد الله، متصدعا من وعیده، یعنی الله تعالی وعده میکند، بیان میکند که پرا کنین و اگر انسان ها پرا نکردن عقاب میکند، عذاب میکند. حالا برای مؤمنین عهد و پیمان کردن بس هم کاری آسان شدگی است، هیچ کس پروا ندارد. امروز می نشیند عهد و پیمان میکند، امضا میکند، توثیق میکند، شاهد میگیرد، پگه میشکند. قرآن میگوید که ان العهد کان مسئولا، از عهدهایتان در روز قیامت پرسیده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که انسان منافق سه خصلت دارد: اذا حدث کذب، وقتی سخن گوید دروغ میگوید، و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده کند خلاف میکند،
و اذا اؤتمن خان، وقت امانت گزاری خیانت میکنه. او چه امانت مالی باشد یا امانت قولی باشد. بعضی صحبت میکنه میگن بین خودمون امانت دیگه 10 جو میشنه داره. برای همین این سوره بیان میکند که اگر چی تسمیه این سوره را ما شما صحبت نکردیم، به خاطر این سوره مائده دسترخوان میگن. البته مردم عرب مائده گفته اون دسترخوان را میگن که بالای اون در طعام است، میوه‌جات است، دیگر چیزا است، اون را مائده میگن. اگر هیچی نباشه اون را میگن خیوان، هیچی نداره، یک سطر پرتگی است، یک چادری، تمام. چون که مردمی که پیروی از حضرت عیسی علیه السلام میکردن، اونا حضرت عیسی را گفتن که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا الله تو قدرت دارد که دسترخوان از آسمان بر ما نازل کند؟ در آخر سوره. بنابراین نام این سوره سوره مائده شد. برادران عزیز، قرآن عظیم و شان این بس و هدایت و فضل و کرم الله تعالی است که من و شما میاییم در مسجد کلام الله مجید را میشنویم، ختم قرآن میکنیم، قاریا میخوانند و خوش به حال اون انسانی که قرآن را میداند، تأمل و تدبر در این کلام الله مجید میکند. بس وقت میشه در زمان درس که میرفتیم یگون شیخ هم میگفتیم که استاد شما تنهایین، بسیار تنهایین، شما همیشه تنهایی را دوست میدارین، در میان استادای دیگر نیستین، در میان طلبه ها نیستین. میگفت که کسی با قرآن باشه تنها، با قرآن باشی همه چی با تو هست. بعضی حال سوال میکنن که قرآن چرا حسب نزولش در قرآن نوشته نشد؟ یعنی مثلا شما میدونید همه که اولی آیات هایی که به پیامبر نازل شدن در سوره اقرا هستند، اقرا بسم ربک الذی خلق، نزول شروع شد. چرا با اون نهج نیست؟ یا با اون آیتی که خاتمه یافت قرآن، اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. آیا با این آیت که 9 روز پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات کردند، چرا با این طریقه قرآن جمع نشد؟ به این خاطر که علما و مفسرین بیان کردند که قرآن نه تنها کتاب منهج است، با این منهج دستور است که زندگی شود، بلکه این قرآن هم کتاب منهج است، هم کتاب معجزه است. چون که این کتاب به اخیران نبی محمد صلی الله علیه وسلم آمد و این خصوصیت آمد که این معجزه محمدی قائم الی یوم القیامه، تا روز قیامت این باید استوار باشد. بنابراین این هم منهج است هم معجزه است. یک رفیق یک روز خطیبان نشسته بود، صحبت میکردیم، گفت که همین اعجاز و فصاحت و بلاغت و بداعتی که در قرآن علما صحبت میکنن، میگه هیچ امیر ما درک نکردیم، ما امیر نفهمیدیم. و چند چیزه که به اون من اشاره کردم که برادر عزیز علما نوشتنیده، ما فقط از علما خواندیم. قدر علمای دین خدمت کردن درباره فصاحت، درباره بلاغت قرآن، درباره بداعت، درباره اعجاز قرآن، این قدر نوشتم. گفتم برادر عزیز خیلی چند بار نماز میخونی در یک روز؟ گفت 5 بار. گفتم همین نماز کی آمد برای مؤمنی؟ گفت که شب معراج پیامبر رفتن نماز آمد. ماشاءالله، خدا میدونسته تا این درجه. در سوره اسراء سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ولی درباره این قاریا که بخونن ما صحبت میکنیم مستقل. گفت همون شب معراج که پیامبر رفتن، شب اسراء نماز فرض شد، نماز گرفتن آوردن. بعدا در یک روز چند وقت نماز میخونی؟ 5 وقت. پیش از نماز چی چیز صورت میگیره؟ گفت مؤذن اذان میگه. مؤذن وقتی که اذان میگوید، اذان در لغت اعلام الغائبین للصلاه است، یعنی اعلان کردن برای مردمی که غایبن مسجد بیان که نماز میشه. قامت اعلام الحاضرین للصلاه است، یعنی برای مردم حاضر که نماز برپا شد دیگه. در یک روز 5 بار صدا میتنه. بله، کلمه اذان در قرآن 5 بار اومده، 6 بار نیست، 4 بار نیومده. چند بار اومده؟ 5 بار. و خودت میگویی که ای برادر که شب معراج نماز فرض شد. ما قطعی برادر گرفتیم حساب کردیم قرآن، سوره بقره، سوره فاتحه، سوره نساء، سوره آل عمران، سوره مائده حساب کردیم. در سوره اسراء رسیدیم 17 رقم ده،
یعنی رقمی سوره اسراء در 17 رقم سوره، یعنی 17 سوره قرآن است. آیا 5 وقت نمازی که شما میخونین رکعت‌های فرضیش چند رکعتن؟ 2 تا بامداد، 4 تا پیشین، 4 تا عصر، 3 تا شام، 4 تا خفتن، 17 رکعت. همون سوره که رسول اکرم سفرش نقل میکند که رفتن نماز آوردن و با دیگر انبیا ملاقات کردن و حضرت موسی برگردان که امت طاقت نمیکنه 50 وقت نماز برای کم کردن حتی که گفتن اینی استحی من ربی، من از پروردگارم حیا میکنم 5 وقت شما گفت دیگه نمیرن. همون نقل میکند در 17 مقام قرآن اومده صورت گرفته. اینا چی هستن؟ یا اینکه همین اذانه که با نماز و نماز با اذان وابستگی دارد. چند کلمه دارد اذان؟ 12 جمله است. چرا 12 جمله است؟ لا اله الا الله خطی بود می شود 12 تا حرف است. برای که الله میگوید که این عدت الشهور عند الله 12 شهر، ماها در نزد من الله تعالی 12 تا. یعنی این اذان به مدار سال باید گفته شود. اذان معنی نمی شود، نظام خداوندی است در زمین، مدار سال قطعی باید شود. این بنده خدا گوش میکرد آنچه که از اعجاز قرآن صحبت میشید چشماش پریاب میشید. ولی صدها اعجاز در این قرآن شدگی هست که برای اینها مهلت ها در کار که از بزرگان دین من شما بخوانیم چقدر این کلام الله مجید عجیب است. هر یک انسان، مردمی که استاد هستند، دکتری نامزد علمهای مثلا استرونومی یا دیگر چیزها هستند، وقتی میان اون چیزها را در فلک صحبت کرده قرآن گپ میزنن میگن این قرآن تماما یعنی کتاب علمی است. اون انسانی که درباره ارقام آهن گپ میزنن میاد قرآن را میبیند میاد. اون انسانی که 36 سال درباره ماه تحقیق میکند میاد سخن خدا و رسول جمع میکند در همین میآورد. هیچ عمل به اعجاز نیست، هیچ صحبت از خدا و رسول به حکمت نیست، همه دارای حکمت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یگم جا حدیث صحیح ده صراحتا نگفته است که شما در فلان جا تاقی بمانید، نه، لیکن وقتی میگه اذا دخل الخلا، یعنی کسی از شما حاجت خانه در آمد، خلا را غط رأسه، میگه سرش بپوشه. طب امروز معین میکند که یک ویروس در اونجا است که از بالای سر انسان میاد انسان ضرر میکنه. یا پیامبر خدا گفته است 12 ماه است، هر ماه 3 روزی وسط روزه گرفتن سنت است، ثابت است با حدیث فعلی و قولی. هیچ محدث در این باره کلام ندارد، صحیح و ثابت است. 13 14 15 هر ماه روزه بگیرید. ولی ببینین اون انسانی که 36 سال در باره ماه تحقیق میکند با خلاصه آمد که همین ماه شب 14 میگیم که میگه ماه پرشید، همین بالای عصب انسان در یک آب بده است که اونجا نزد مدرکه است، صورت حاصله علم در اونجا صورت میگیرد. میگه همون آب ماه کار میکده. ماه وقتی ماه شب 14 میشیده ماه قدرت پیدا نمیکنه همه را میخواد کار کنه، ضعیف میشیده در برای کارش. بعد 15 ماه قدرت پیدا میکنه. همین انسان هایی که در ریاست فتوا دیگر جا کار میکنن، تاریخ های دعوای خانوادگی و دیگر دعواها را ببینن در همین 3 روزی وسط ماه های بسیارش. برای پیامبر خدا گفت که شما 3 روزی وسط ماه روزه بگیرید. 1448 سال پیش. یعنی اون چی که رسول اکرم بیان کرد این بنده خدا تحقیق میکند سبب ایمان آوردن این کس میشدی. برای همون قرآن عظیم و شان برادران عزیز در این سوره مائده، سوره دسترخوان، عهدها را گپ میزنه. اوفوا بالعقود، شما عهد وثیقه که بین یکدیگر بهترین و اولترین عقد و پیمان میان بنده و خدا است. کسی لا اله الا الله گفت اون بنده خدا عهد و عقد با خدا بست که ای الله من حرام ها را میستم، حلال ها را دنبال میکنم.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را صحابه میگن که در زمان اون اینقدر عدالت بود که در بعض اخبار آمده است حتی که گرگ گوسفند نمیخورد است، یا راه را عمر میرفت است شیطان راه شیباز میکرد است. این هیبت، این مقام از کجا برای حضرت عمر آمد؟ کان وقافا عند کتاب الله، در نزد کتاب خدا او وقاف بودن، می ایستادن. حرام حرام، حلال حلال، حرف زیادی نیست. یک روز حضرت عمر در منبر برآمدن صحبت کردن درباره مهر زنها، ولی در کل دنیا یگان جا مهر قد تاجیکستان ارزان نیست. 2 ماه اویلک، یعنی انسان کار کنه اگر 10,000 سومی اویلک بگیره 2 ماه دا میگیره. شما دیگه دولت ها برین 43 ساله است 45 ساله است میپرسی که شما اویلدار نشدین، میگن نه مالی پولی مهر کار نکردم. مهر چند سومه؟ 72,000 دلار، 40,000 دلار، و چند قدر تیلوی دیگه. برای همون صحبت کردیم در سوره نساء که زنها را به قدری نکنن. البته در حدیث آمده است همون زن با برکت است که مهرش کم است، لیکن قدر کمی بدم نیست. ولی یک انسان دوملو را میپرسه که مهر چند قدر، میگه قیمت یک گوسفند میانه ای 200 دلار سر میشه. او بنده خدا سومه بتا که دلش به همون سومش بسوزد. یک به هر حال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این هیبت به این خاطر بود که سخن خدا می آمد که این حرام است حرام است، این حلال هست این حلال است، این را بکنی فضیلت میگیری اجر میگیری. او را کردن در کار مسابقه میکردن. حضرت عمر رضی الله تعالی در منبر نشستن صحبت کردن درباره مهر زنها، گفتن ارزو کنه زنها مهر. یا زنه خیز گفت که قرآن میگه این اتیتموهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیء. ای عمر گفت خدا میگه قد کوی احد مهر دادی هیچ نگی دیگه، وقتی هم خوبه کشیدی جدا شدی نگی یگون چی قد کوی احد واسش میکنه. حضرت عمر گفت که اخطا عمر و صدقت المرأه، عمر خطا کرده بود در این مسئله، میزنه راست میگه. این هست حضرت عمر هیبتش، می ایستادن در جای سخن خدا، حلال حلال حرام حرام. این هست هیبت ایمان، این هست هیبت اسلام، این است که دعای ما را خدا میپذیرد. اما در این عقد، در این مواثیق، در این عهودی که در سوره مائده صحبت میشه، امروز که عهد پیمان داره. انسانی که میگه ساعتی 10 وا میخریم 5 تا کم 10 تا باید اونجا باشه روز ایمان داری. ساعتی 3 تا زنگ میزنم میگم من شما را گفتم خودم خودم موندم. میگه یا آدم میگه فلان وقت میتونم اول دیگه مسائل. یک بنده خدا میاد که میگه من قسم خوردم به طلاق زنم که فلان روز میتونم میتونم. این مسئله چی میشه؟ یعنی با وجود این که با همسرش قسم خورده است با این همون را پرکدنی نیست. برای همون اولین عقد بین بنده و خدا است. پرکدی الله تعالی تو را بنده صالح میداند، بنده نیک میداند. بسیاری از انسان‌های بودن با آنها صحبت کردیم، گو یک زمانی بود، یک زمانی که نه گرد ما دا دوست ماند و نه خویش و نه تبار. خانه خدا رفتیم، مسجد رفتیم، دست برداشتیم که یا الله اگر تو ما را دادی ما در راه خودت خیر میکنیم، ما بنده نیک صالح تو میشیم. همه حرام ها را ترک کردیم، به حلال ها دست زدیم. الله این قدر الله اونا را داد که هر روز تقسیم میکنه. خدا هدایت ما کنه، توفیق بندگی عطا کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين.